رضایت طرفین در قضیه ازدواج یک اصل اساسی هست که بر اساس از این اصل میتونن رابطه خوبی بین زن و شوهر به وجود بیاید. پس وقتی که بر اساس نارضایتی این مسئله به وجود بیاید یا بعضی رواج‌های ازدواج اجباری یا ای که بد دادن امثالی از اینها سبب از این میشه که خشونت و نارضایتی زن به وجود بیاید و در اثر این نارضایتی خشونت از طرف مرد هم صورت بگیره. و حالا مدیر یک زن شوهرش است، برادری شوهر، ممکن حتی برادری دختر یا پدری شوهر یا یکی پدری دختر، اینها حق مداخله در زندگی از اینها را ندارن. بینن اینها را حتی در قسمت موفقیت زندگی از اینها باید هر دو طرف اینها کمک بکنن تا اینکه اینها یک زندگی خوب و موفقی را پیش رو بگیرن و اینها آغاز بکنن.